سلام به همگی. تا حالا از خودتون پرسیدین که مثلا یه متخصص علوم دینی چطوری متخصص میشه؟ امروز قراره یه طرح خیلی جالب و به نوعی ساختار شکنانه رو با هم بررسی کنیم. طرحی که میخواد روش مطالعه مهمترین متن ما، یعنی قرآن رو توی حوزه‌های علمیه حسابی متحول کنه. یه جورایی انگار میخواد یه مسیر کاملا جدید برای تربیت متخصصای قرآنی بسازه. خب، بیایید بحث امروزمون رو با یه سوال خیلی اساسی شروع کنیم. واقعاً چطور یه نفر توی رشته‌ای به یه متخصص تمام عیار تبدیل میشه؟ اصلا فرمول خاصی برای این کار هست؟ این سوال در واقع کلید فهمیدن بحث امروزمونه. ببینید تو خیلی از رشته‌های علمی یه مدل امتحان پس داده برای تربیت متخصص وجود داره. این مدل روی یه اصل خیلی ساده ولی فوق‌العاده قدرتمند بنا شده. اینکه دانشجو باید پله پله و بر اساس یه سری متن‌های کلیدی و اصلی جلو بره. این سیستم آموزشی که توی حوزه‌های علمی خیلی رایجه دقیقاً همینطوریه. یعنی کل سیستم بر اساس مطالعه یه سری متون یا کتاب‌های محوری چیده شده. این متن‌ها انگار نقشه راه یادگیری‌ان. دانشجو با خوندن همین کتاب‌های کلیدی پله پله تو اون علم رشد میکنه تا برسه به اون قله تخصص که بهش میگن اجتهاد. و جالبه بدونید که این مسیر چقدر دقیق و حساب شده است. مثلا تو رشته‌ای مثل فقه که همون حقوق اسلامیه، یه طلبه اول با متن‌های مقدماتی شروع میکنه، بعدش میره سراغ تحلیل‌های پیچیده‌تر و آخر سر هم به متن‌های فوق تخصصی میرسه. همینجاست که قدرت اجتهاد، یعنی توانایی استنباط مستقل رو به دست میاره. این روش واقعاً استاندارد طلایی یادگیری عمیق تو این سنت علمی به حساب میاد. اما اینجا یه تناقض خیلی بزرگ وجود داره. این الگوی آموزشی که انقدر موفقه به طرز عجیبی برای مهمترین متن، یعنی خود قرآن، پیاده نشده. و دقیقاً همینجاست که مشکل اصلی سر باز میکنه. پس نکته حیاتی اینه، برخلاف رشته‌هایی مثل فقه یا فلسفه، یه طلبه برای اینکه تو تفسیر قرآن متخصص بشه، یعنی علم فهم و توضیح معانی قرآن، یه مسیر مشخص و کتاب محور جلوش نیست. خیلی وقتا آموزش‌ها یا تو همون سطح مقدماتی میمونن یا خیلی پراکنده و بی‌ساختارن. اینجا میتونید این تفاوت رو خیلی واضح ببینید. یه طرف مسیر کاملا منظم و پلکانی فقه رو داریم. طرف دیگه وضعیت پراکنده و بی‌ساختار مطالعات قرآنی. و خب همین شکافه‌ای که باعث شده علم تفسیر از اون جایگاه محوری که باید تو سیستم آموزشی داشته باشه دور بیافته. این جمله نتیجه این شکاف رو خیلی خوب نشون میده. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما متخصصای تراز اول تو زمینه تفسیر قرآن رو به شکل سیستماتیک تربیت نمی کنیم، بقیه علوم هم نمیتونن اون ارتباط عمیق و واقعی رو با قرآن برقرار کنن. اینجوری میشه که حضور قرآن تو اون علوم بیشتر شبیه یه شعار میشه تا یه واقعیت علمی زنده و پویا. خب حالا میرسیم به قلب ماجرا. راه حل پیشنهادی برای پر کردن این شکاف چی میتونه باشه؟ یه راه حل دقیق و نوآورانه. یک برنامه درسی 3 سطحی برای آموزش تفسیر قرآن. این جدول کل نقش راه پیشنهادی رو یک جا به ما نشون میده. 3 تا سطح کاملا مشخص. دقت کنید که برای هر سطح یه متن کمکی هم پیشنهاد شده. یه نکته مهم اینه که برای سطح اول و دوم هنوز باید متن درسی مناسب تألیف بشه. اما برای سطح سوم خوشبختانه یه شاهکار به اسم المیزان از قبل موجوده. حالا بیایید هر کدوم از این سطح‌ها رو یکم دقیق‌تر ببینیم. سطح اول اسمش هست بنیاد. این سطح واقعاً مثل یه تور کامل تو کل قرآن. هدفش اینه که دانشجو تو 2-3 سال یه دوره کامل قرآن رو بخونه و با مبانی ادبی و اخلاقیش آشنا بشه. همونطور که گفتیم، متن درسی این سطح هنوز نوشته نشده، ولی باید بر اساس تفاسیری مثل صافی تألیف بشه تا یه تصویر کلی و راحت فهم به دست بده. میرسیم به سطح دوم، شیرجه عمیق. اینجا دیگه دانشجو با ابزارهای فنی مجهز میشه. چیزایی مثل تحلیل‌های پیشرفته زبانی، بلاغت و همینطور ابعاد اجتماعی متن. این مرحله هم مثل سطح اول نیاز به یه متن درسی جدید داره و هدفش آماده کردن دانشجو برای تحلیل‌های فوق تخصصی سطح سومه.
و بالاخره سطح سوم قله. اینجا همونطور که گفتم خوشبختانه متن اصلیش موجوده. تفسیر بی‌نظیر المیزان اثر علامه طباطبایی. این کتاب واقعاً اوج دانش تفسیری معاصره. کسی که به این متن مسلط بشه عملاً به سطح اجتهاد و نظریه پردازی مستقل تو علم تفسیر رسیده. خب، حالا که با این طرح سه سطحی آشنا شدیم، بیاید یه قدم بریم عقب‌تر و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. چشمانداز نهایی این طرح چیه؟ یعنی اگه یه همچین طرحی اجرا بشه، چه تأثیرات گسترده‌تری میتونه داشته باشه؟ ببینید، اصل ماجرا اینه. این طرح فقط یه تغییر ساده درسی نیست. هدف نهایی خیلی بزرگتره. تربیت یه نسل جدید از مجتهدین در تفسیر. یعنی چی؟ یعنی متخصصایی که میتونن به طور مستقل و مستقیم از خود قرآن نظریه و حکم استنباط کنن. دقیقاً همون کاری که یه فقیه با منابع فقهی میکنه. این اهداف بلند مدت رو ببینید. اجرای یه همچین برنامه‌ای میتونه نه فقط حوزه‌های علمیه که کل جامعه رو دگرگون کنه. از یه طرف قرآن رو به شکل عمیق‌تری با فقه و فلسفه و بقیه علوم پیوند میده. از طرف دیگه راه رو برای رویکردهای علمی جدید باز میکنه و حتی میتونه پایه‌های فرهنگی یک تمدن جدید رو بر اساس فهم عمیق‌تری از قرآن بنا کنه. پس اگه بخوایم اهمیت نهایی این طرح رو تو یه جمله بگیم اینه: برگردوندن قرآن به جایگاه اصلی و محوری خودش. یعنی قرآن فقط یک کتاب مقدس برای خوندن نباشه، بلکه بشه منبع اصلی دانش و الهام بخش برای همه جنبه‌های زندگیمون. و به عنوان حرف آخر میخوام شما رو با این سوال تنها بذارم. اگه قبول داشته باشیم که یه متن بنیان و اساس یک تمدنه، به نظرتون تغییر دادن روش خوندن اون متن چه تحولات بزرگ و عمیقی رو میتونه رقم بزنه؟ ممنون از همراهیتون.